خدمت وطن و در خلق جهان باشیم. ما از طیبون تاجیک همین خواهش میکردم که مثال انا مردم شروع قبول کنند، خشوع توبات کنند، انا از روی گفته‌های سینو عمل کنند، انا سینو را قدرش بدارند و دویمو غمخوری خلق باشند، غمخوری ملت باشند. انا پیوسته سواد اختیار سعی قلب بکن که مثال باید مردم مثال عذاب نکنند، مردم مثال توبات خوب کنند، مردم با خوشنودی با خوشی قبول کنند، با خوشی با خوشحالی گذشته کنند، مردم از پیشوایی با چهره‌های خوشحال مثال برگردند، مثال توبات یابند. خیلی خوشنود هستیم که طبیبان ما از صدق دل سوگند هیپوکرات را به جا آورده بس برای سلامتی مردم قوه زیادی را به خرج میدهند و امیدواریم که کار باری آنها آینده از طریق اسباب‌های مخصوص، آپارات‌های مخصوص انکشاف می‌یابد، رونق می‌یابد. برای همین با طبیبان حاضر کامیابی‌ها آرزومندم. اما وقت تناسون صحت باشن، همیشه رای باشن، آدما رو نقص صحت سلامت کنن و هم دخترای نقص باشن. خیلی آیندهشان نقص شوند، نقص بخوانند، عالم شوند، دیگر دولت‌ها بر این پیشرویشان زیاد شود، علم آموزشان زیاد شود، در طبابت دائم اون خطاگی نکنند. کارمندان طب علم سلامت باشند، همه وقت در خدمت خلق باشند، فقط همین انصافشان نتیاده، انصافشان نتیاده. خوشمند آن هستم که در این سنه که اونها روزی که تجربه میگیرن، ایدهشون رو تجربه میگیرن با خلق کنند که خود صادقانه خدمت کنند، در کسبشان با وفا باشند و برای ملت خود، برای کشور خود در سهم پیشرفت کشور خود سهم خود را گذارم. از این چنین خوشمند آن هستم که امروز که ما نگاه میکنیم طب در کشورهای خارج نهایت به سهم بالا رفته رسیده است و از این خاطر خواهان آن هستم که طبیبان ما هم از ترقیات کشورهای خود قفا نمانند، در پیشرفت کشور خود، در پیشرفت طب ملت تاجیک سهم خود را گذارم. همه وقت کار با تعدیل کار کنند و خدمت رسانند به آن نفرانی که بیمارانی که به آنها مراجعت می نمایند، از تعدیل خدمت رسانند، کارشان را صمیمانه اجرا نمایند و همه وقت ساخ سلامت باشند. Всем работникам здравоохранения я желаю своего здоровья им, самое главное, и чтобы они всегда нас радовали, чтобы попасть к ним было всегда свободно. وقت موفق باشن، حاجت خوب باشن، یعنی برای سلامتی همه مردم خدمت کنند. طبابت کنند ما بیمارای ما. باز چی؟ خیلی موفقیت ها در کارهای آینده شون بهتر خوبتر کار کنند. تمام خوشی‌های زندگی، تمام همین بردباری تمنا میکنم، چون که از همین صحت سلامتی مردم تاجیک، آینده درخشان مردم تاجیک، صحت سلامتی ملت از کارمندان طب به حد وابستگی کلان دارد. چون که آنها هنگام به کار قبول شدن و هنگام علم آموختن قانون هیپوکرات قسم یاد کردن، بگذار با قسم خود سزاوار مانند و از تحت انصاف عدل به خلق، به مردم تاجیکستان خدمت رسانند.